بزرگ تراشی و منمنه ملی ترکانه به خلق خود نسبت دادن کل تاریخ گذشته و حاضره از کجا پیدا شد و چه مقصدهای دارد؟ باید بگوییم که چنین دعواهای غاصبانه تاریخچه دارند که چند عصر را فرا میگیرد. این دعواها هر سر چند گاه از یک گوشه منطقه بزرگ ارض وجود میکنند. یک چشمه آن از ترکیه عثمانی جوش زده بود. آن وقتها که ترکیه عثمانی امپراتوری بزرگ بود و سلطانهای ترکیه خلیفه اسلام حساب می شدند، چنین هوابلندی و منمنه ملی گرایی و دغدغه کشورکشایی خیلی بالا گرفت. پس از آن که امپراتوری ترکیه تنزل یافت و پاره پاره شد، علمی از دست رفته امکانات جهانگیری حس ملی را بلندتر و دعواها را زیادتر کرد. ترکشناس ساموئیلوویچ که در دوام چندین سال همه مطبوعات خلقهای ترک را از نظر گذرانیده مضمونشان را مختصراً بیان میکرد، از جمله در روزنامه استانبول کشور ترک ها چنین دعواها را بسیار دیده است. یکی از آنها این است: حکمرانی همه کائنات نمایندگان دو ملت ترک ها و آلمانی ها بودند. از تونس در افریقا تا یمن، ایران، هندوستان، خیتای، کریم، خراسان، بلوچستان، بخارا در شرق و شرق دور که قریب نیم دنیا را تشکیل می نماید، در دوام چندین عصر مردمان از خلق ترکی پرزور و نجیب حکمران بودند. ساموئیلوویچ قید می کند که در ترکیه عثمانی نظریه تورانیت خلقهای قدیمی آسیای خرد پیدا شده بود و تورانیزم یعنی گویا اصلا تورانی و ترک بودن را به بسیار خلقهای دیگر از جمله به خلقهای سامی نژاد آسیای نزدیک نسبت می دادند. به گفته ساموئیلوویچ غیر ابجکتیوی و بدغرضانه بودن اداره و بعض کارمندان چنین افاده می یابد که شماره اهالی ترک را در روی زمین به تمام به اساس خیلی زیاد نشان می دهند. دولت خانی بخارا را دولت ترک ها حساب می کنند. ترک ها بخارا را با همه تاریخش، با همه دارایی های بی‌نظیر فرهنگیش متعلق به ترک ها اعلان کردند و پیش از همه ابن سینا را ترک گفتند. همه تمدن های شرق باستان، همه بزرگان شرق مال ترک ها و مایه افتخار آنها دانسته شده است. از جمله زرتشت را که با روایت بعضی ها گویا اصلش از آذربایجان بود نیز ترک به شمار آوردند. آنگاه ایرج میرزا یک شعر گفت که زردشت پیغامبر بود و اگر پیغامبر ترک باشد شاید خدا هم ترک است. قهرمان اتحاد شوروی اکادمیک اکادمیای علم‌های آذربایجان ام بنیادوف بار درباره بعض عالمان آذری گفته بود: خدایا خداوندا، این محققان ناشد ما به چه درجه های شاهکاری رسیدند. گپ‌های میگویند که عقل قبول نمی کند. حتی گفتند که نوح هم آذربایجانی بود. چون این متخصصان بهنر روی کار آمدن این اصرارکارانه پیدایش آذربایجانی ها را به شومری ها، مسیگیت ها، سکایی ها برده می رسانند. البانی های قفقاز را نیز ترک می شمارند. همه اینها افتخار ملی نام داشتند. برای افزودن شأن و شرف خلق خود کرده می شد. گویا عمل خلق دوستانه و وطن پرورانه بود، ولی افتخار ساخته دروغین بود. چون این حادثه ها در منطقه ما در آسیای میانه هم بسیار روی دادند. ملتگرایان ازبک سالهای 20 با ویران کردن تاریخ و شرح خودخواهانه آن به ناانصافی در حق خلق تاجیک اساس یافته بود. برای اینکه خلق خود را بزرگتر و قدیمتر نشان دهند، موجودیت خلق تاجیک را انکار کردند. مقصد از انکار هستی خلق تاجیک در گذشته و حاضره این بود که تاریخ او همه دارایی‌های معنوی و فرهنگی او را به خلق خود نسبت دهند تا که افتخار ملی خلق خود را تا حد امکان بلند بردارند و به این طرز برای به عرصه تاریخ آوردن ترکستان بزرگ زمینه حاضر نمایند. این است که انگیزه اصلی ملتگرایی سالهای 20 نیت‌های کلان سیاسی بود. لازم بود که ترکستان بزرگ یا ازبکستان بزرگ تاریخ و بازمانده های تاریخی بزرگ داشته باشد.